اما جالبتر از بازی لیورکوزن و اولمپیاکوس رقابت‌های امشب هستند که ما در مورد آنها حرف میزنیم. ابتدا جفتی از همه پرسر و صدا، از همه گویم پرهنگامه دیداری دسته‌های ریال مادرید و بنفیکا می شود که در بازی اول این دسته‌ها توانستند که بسیار یک رقابت جالب نشان بدهند. جنجال‌های زیاد، گویم تحقیر در زمینه نژاد، خوش سخنرانی ژوزه مورینیو نسبت بازیگران و رهبریت ریال مادرید و خصوصا اکنون اشتراک نکردن ژوزه مورینیو در بازی امشب، یعنی که ژوزه مورینیو در منطقه تکنیکی قرار نمیگیرد. چی اندیشه ها است؟ پیش از بازی مقابل بنفیکا ریال مادرید در لالیگا مغلوب می شود. چی گونه بها میدید کاری اربیلوارا؟ چی کمبودی است این زمان که میتواند مانع گذشت ریال مادرید از بنفیکا شود؟ خب البته که ما در رقابت آخری که ریال مادرید داشت و دچار باخت گردیدن این دسته، در حالی که ناوکاک با صدر جدول لالیگا برآمدند، اما این استواری را نتونستند که به طور امکان خوب و دست بگیرند و اکنون موقع اول رو از دست میدهند در برابری که مثلا بارسلونا از اونها پیش میگذارد و واقعا هم این چیزها به تاثیر نیست، بر روحیه هر یک بازیگران تاثیر همین قدر میرساند. اما ما باید که فلسفه بازی ریال مادرید رو چی در لیگ چمپیون ها چی در لالیگا باید که فرق‌گذاری کرده تاونیم. این دسته است که نوبسته از دلخو حالت‌هایی که داشت همیشه در لیگ چمپیون ها بازیش فرق کننده بود و شاید همین فلسفه در این بازی هم برای آنها کمک کند و برای آنها تواند که کمی استواری با میان گذارد. خوب در برابر دسته بنفیکا باز در اینجا همون میتوانست که ژوزه مورینیو حتی البته از نزدیک برای شاگردان خود بسیار کارها را انجام دهد. نبودن اون هم باز برای بازیگران دسته ریال مادرید البته که میتواند در میدان خود یک پلوس کلان رو بیارد، یک نتیجه مثبت رو به میان بیارد. فکر میکنم همین عامل‌های هستند که و در برابر این همون ستاره های دسته ریال مادرید، اینجا گپ سر ستاره ها میرد که اگر همین ها در یک جایگی توانند که از خود درک بدهند، میتوانند رقابت رو به منفعت ریال مادرید انجام دهند. ایمانبек ریال مادرید پروبلم های زیادی کادری دارد. تا کدام موضوع تاثیر میرساند به صفت بازی دسته؟ چون جود بلینگهم حالا مشکلی دارد، پس آن ادر میلیتائو مشکلی با مشک، یعنی که دردی مشک دارد. دن هیست نامعلوم است که تا بازی برقرار می شود یا نه و همزمان دانی سبالیوس اوسباش بعداً پس از معاینه طبی معلوم شد که جدی بوده است، نه اینکه اوسبی سبوکی که پیشگویی میشد و اینچنین رودریگو که نامعلوم است که بازی کرده میتواند یا نه. ببینید این بازیگران نیستند، ولیکن راول اسنسیو است که میتواند گل بیارد برای خود. برای دسته خود گل بیارد با دروازه دسته خود، برای دسته خود و برای خود. البته که او آمارهای خود را حساب زدن گل نیست، حساب زدن خود گل میتواند بهتر کند یا که تشکیل کردن گل به دروازه خود. اما خیلی به نظر نیست که همین راول اسنسیو تمام کارو کرده است که او را از دست سر کنند. و ببینید ریال مادرید در وضعیتی قرار بگیرد که دارد که ما هرچند که در مورد عیب و گناه‌های راول اسنسیو صحبت هم نقل کرده باشیم، ولی دیگر وریانت نیست. ببینید هرچند که تلاش میکند مربیون ریال مادرید، مربی پیشین، مربی حاضرم که والورده را پایان فرارند از نبودن دفاعگری کناری، جراحت‌های دفاعگران دیگر، ولیکن ببینید راول اسنسیو مجبوری علاج دیگر نیست که کسی دیگر را دفاعگری مرکزی یعنی که بمانند. اینجا پرابلم‌های کادری، جراحاتی بازیگران تا جای فشار میآورد و مربیان را به دردسر گرفتار میکند. ولیکن مشکل بزرگتر در ریال مادرید این نبود انتظام، همون بی‌نظامیه که در هفته رقابت‌ها سازمان داده میشد از جانب بازیگران. تکیه به مهارت انفرادی بسیار است، مهارت انفرادی دارند بازیگران ستارگان ریال مادرید، ولیکن در بازی که با نظام میشود بازی مشکل برای دسته ریال مادرید است، جایی که مهارت تکتیکی لازم است، یک تغییرات بزرگ مربی در کار است، این چیز احساس نمیشود. آن آزادی مطلقی که به قول دو دست در علاوه به بازیگران، اشتباه الان را تکرار نکنم گفته
همون دموکراتیایی که خاصه که دارند بازیگران به خوبی استفاده میبرند و در صورت محکم کردن این ستارگان اساسی ببینید بازی به قول نمیچسبد. در بازی اول ما دیدیم که چگونه ژوزه مورینیو توانست خونسا کند، بی ضرر کند همون گلزنای اساسی نفران گبزن در میدان از جانب رئال مادرید و در صورت تکرار رفتن چنین وضعیت ما اگر که چنین سیناریو را دیده توانیم و در بازی جوابی بنفیکا تواند این کار را کند برای رئال مادرید واقعا مشکل می شود. ولی از جانب دیگر نفری که وینیسیوس را داشنام داد دور علاقه اویفا محروم کرد از اشتراک در این بازی جانلوکا پرستیانی نیست، ژوزه مورینیو نیست، ژوزه مورینیو وینیسیوس جونیور را هیچ کس داد و فریاد نمی کند در زیروکی و در ورزشگاه خودی دایر می شود و او فشاری کمتر احساس می کند و اربیلا باز او را به نظرم با سروانی با بوزوبند سروانی مکافاتانیده می کند و این چیز گویا که برای روحیه دیگر بخشیده باشد. ولی من درست که باور ندارم که رئال مادرید از سوی چی می تواند که یک کنترل بزرگ را داشته باشد در همین بازی. نه ببینید بود خابی آلونسویی که با پراگماتیکا با انتظامی بلندی آلمانی خود موافقت نکرد با رئال مادرید. با جای اومد اربیلا میفهمد که این نقشه آلونسو که نتیجه نداد باید که برعکس اون رو استفاده بریم، آزادی بدهیم، نتیجه نمیدهد. چی لازم است با رئال مادرید؟ فکر نمیکند که یک حیاتی است، یک جمعی بازیگرانی است که هیچ کس را پسندی به منظور نمیکند. انا گپ سر انا همین میرود. مثلا ببینید وقتی که به بازیگران آزادی میدهند در مثال بسته بارسلونا مثال بازیش البته که با یک دموکراتیا داشت، سرمربی دموکراتیا میداد، اما در اونجا یک لیدر بود، لیونل مسی مثال. این گونه دسته ها بسیارند. بازیگران در اطراف این مثلا گپی لیونل مسی هم یک سرمربی بود، حتی بالاتر از اون اداره میکرد، میتوانست که رفتی رقابت رو زیر کنترل گیرد و با بازیگران مشورت کند چطور بازی کردن. مثلا در رئال مادرید همین گونه یگان بازیگر خاراکتری ندارد که تواند که همین هم رو گوش کند و سر همون بازیگر البته که به یک خلاصه بیایند. از یک طرف مباپه، از یک طرف وینیسیوس جونیور، حتی اسنسیو در خط محافظه خود را با مثل راموس یک انگیزه زیادی خود را نشون میدهد، به یک مثلا با اسلوب خود کار میکند که هیچ یگان تاثیر ندارد. من فکر میکنم همین فضای نوستوار و شاید برای همین یورگن کلوپ شرط میگذارد که تنها با یک شرط آمده میتواند که یک چند بازیگرانی که انتخاب کرده است از دسته رها یابد که آنها ترک دسته کنند. میفهمند که فضای دسته را آنها مستعد نگاه میدارند. واقعا هم سخنگوی اساسی به قول زبان پارلمانتی اگر بگیریم اسپیکر اساسی باشد، مربی باشد، این گپ زنا باید طریق مهارت، دریبلینگ، گلزنی، ثمره خاصه خود در میدان نشان دهند و سخن بیان کنند، نه اینکه مثل وینیسیوس شو را در مثل در تئاتر انگیزه میبردارند، بلند میکنند، درخشان میکنند و بعداً بازی رو باشد با نتیجه باخت جنبست میکنند. اینجا واقعا مشکل است برای اربیلا کار کردن. نه همه وقت گپ خود را گذرانیده میتواند و در بازی مشکل با رقیبان سرسخت وقت روبرو شدن، جایی که تاکتیک طلب میکند، جایی که نظام و استواری طلب میکند، اینها این مهارت های انفرادی نه همه وقت کار دادن میتواند. اینها مارادونا نیستند که از این کنار میدان هم را گذشته را گل زند. نه این زمان نیست که دیگه و اینم زمان تمام دیگر است که ما را گذشته گذر رواد. یک احساسات نیست که با اون دوچار گشته است رئال مادرید که یگان سرمربی بزرگ نخواسته است برای رئال مادرید اومدن. آخه مثلا ببینید نه هم خیلی احساسات است که هیچ کس نمیخواد این زمان. نه گپ سر این است که مثلا یورگن کلوپ رو شما مثال آوردید، در برای این بسیار سرمربی‌های هستیم مثلا معروف. ببینید وقتی که او میآید با چنین سبکی روشی که حالا هست فضا میکند ساخته شده است، مثلا رهبریت بسیار با سرمربیان کمک میکند به خلاصه عمیق میبینند، چی لازم که آبرو و نفوذ اون مربی‌ها از بین رود. گپ سر این میرود موقع سرمربیانی که معروف هستند اونها برای خود البته که یک کس هستند و نمیخوان این چیزی رو در زودترین فرصت از دست دهند. کار تاریخ سازی که مثلا یورگن کلوپ در لیورپول کرد و اون رو در یک مدت کوتاه از بین برد، این یعنی چی؟ گپ سر این که مثلا پیشکی نقشه خود رو گفت، اون چیزی که میخواد اون رو در عمل تطبیق کند، پیشنهاد کرد که البته که پرزیدنت دسته عموما همون رهبریت با فکری بیاین و در این صورت میتواند که سرمربی شود. همون
корҳои худ дар амал татбиқ кунад. ин чизо ҳастанд. новобаста аз он ки бо кадом ҳисоб ба анҷом мерасад рақобати реал мадрид ва бенфика, ман фикр мекунам ки агар ҳатто реал мадрид ҳам пирӯзӣ ба даст биёрад, ин гӯҳӣ аз ҳалли проблемаҳо ва мушкилиҳои даста нахоҳад буд ва дар динамика яъне ки мо дар муҳлати муайян хоҳем дид ки чӣ корҳоро анҷом медад роҳбарат, зеро ки айни замон фурсате аст ки роҳбарати реал мадрид бояд ки ба таври ҷиддӣ бо ӯ даста кор барад. тамошобини азиз, ҳамзамон имшаб се бозии дигар ҳам баргузор мешавад. биед мухтасар онҳоро дида гузарем. ювентус ин навбат дар хонаи худ галатасарайро қабул мекунад пас аз бохт 2-5 дар сафар. псж пас аз пирӯзӣ бар Монако бо ҳисоби 3-2, Монако ки корти сурх гирифта буд, дошт галавин корти сурх гирифта буд, ин навбат дар хонаи худ бозӣ мекунад ва Аталанта муқобили Боруссия Дортмунд дар Италия. аллакай як гранди футболи Италия тарки лигаи чемпионҳо кард Интер. танҳо мехостам андешаашро фаҳмам ки Ювентус камбек карда метавонад муқобили Галатасарай ё не? бозии аввал нишон дод ки албатта ки наметавонад, чунки он бозигарон он ангезае ки ҳоло дастаи Галатасарай доранд ба он ҳайате ки бисёр қавӣ аст, воқеан ҳам он чизе ки ситораҳо оварда ва албатта он ситораҳои не ки пир шуда бошанд ва аз ҳама монда бошанд, не дар як ҳолати мутлақ ҳастанд. албатта ки то ба ҳол метавонанд ки устувор бозӣ кунанд. умуман ин бозигарон фикр мекунам ки дар ин рақобат ҳадди ақал метавонанд ки бозиро устувор нигоҳ доранд. албатта гол сардианд, аммо ман фикр намекунам ки дастаи Ювентус дар ин рақобат метавонад ки камбек кунад. дар сурати голи барвақтии Ювентус шанс дорад ки метавонад бо ҳисоб бузург пирӯз шавад ва баъдан дар вақтҳои иловагӣ кори рақобатро ҳал кунад, вале мушкил аст. бале, се голро ҷуброн кардан, гарчанд ки дар хонаи худ бозӣ мекунад, хело ва хело мушкил мешавад. фикр мекунам ки ин мавсим барои футболи Италия он қадар бобарор сурат намегирад дар миқёси лигаи чемпионҳо, аммо ногуфта намонад тамошобини азиз ки аввалин маротиба дар марҳилаи ҳашагниҳои лигаи чемпионҳо 6 даста аз Англия ҳунарнамоӣ мекунад, яъне ки шомилшавии Ньюкасл ба ин тоифаи дастаҳо шумораи онҳоро афзоиш дод ва ин натиҷаи рекордӣ аст.